جان، آیا دنبال یک کیک شکلاتی کافی شاپی خیلی راحت و بسیار لذیذ و خوشمزه میگردی؟ بهت تبریک میگم، چون بهترین دستورالعملشو همین الان قراره بهت یاد بدم. بریم شروع کنیم. مقدار مواد و نکات کلیدی دستور رو تو اسلایدهای آخر براتون گذاشتم. اول توی یه ظرف آرد، پودر کاکائو که بهتره هلندی باشه و بیکینگ پودر و جوش شیرین رو میریزیم. زیر و روش میکنیم تا کاملا با هم دیگه ترکیب بشه. توی یه ظرف دیگه اول تخم مرغ‌ها رو میشکنیم. اگه تخم مرغاتون ریزه به جای 2 تای دستور مثل من توی این ویدیو 3 تا بزنید. حالا شکر رو اضافه میکنیم و بعد با دور تند همزن انقدری میزنیم این 2 تا مواد رو تا کاملا کرمی رنگ بشه و پف کنه. اینجوری. تو مرحله بعدی روغن رو اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم تا مخلوط بشه. همزن رو خاموش میکنیم، میذاریم کنار. مواد خشکی که آماده کرده بودیم رو طی 2 مرحله از روی الک رد میکنیم روی مایعی که درست کردیم و با مفتول به خوبی هم میزنیم تا یک دست بشه. مایع کیک سفتی به دست اومد. تو مرحله آخر آب جوش رو اضافه میکنیم و باز با مفتول به آرومی هم میزنیم تا مایع کیکمون آماده بشه. به همین سادگی کف قالب 18 سانتی رو کاغذ روغنی میندازیم و مایع کیک رو درون قالب میریزیم. چند تا ضربه میزنیم روی میز تا حبابا خارج بشه و میره برای پخت توی فر از قبل گرم شده به دمای 180 درجه سانتیگراد با المنت روشن پایین به مدت 40 تا 45 دقیقه. دوستای خوبم، این کیک باید روش گنبدی باشه چون قراره از گنبدش برای تزیین و دکور استفاده کنیم. کیک رو بعد از کمی سرد شدن از قالب بیرون میاریم و با یک چاقو گنبد روش رو میبریم به طوری که کاملا سطحش صاف باشه و هیچ شیبی نداشته باشه. حالا گنبدی که بریدیم رو تیکه تیکه میکنیم و توی یک دستگاه میکسر یا غذاساز میریزیم و کاملا پودرش میکنیم. برای سس روش هم اول کره و شیر رو درون یک ظرف میریزیم، روی شعله قرار میدیم و گرمش میکنیم تا به جوش بیاد. از روی شعله برمیداریم و سپس شکلات‌های سکه‌ای رو درونش میریزیم، هم میزنیم تا شکلات ها آب بشه و سس یک دستی به دست بیاد. قبضت سس خیلی رقیقه و باید به مدت 15 دقیقه درون یخچال بذاریمش تا کمی سفت بشه و قوام بیاد. کیک رو روی یک سطح برعکس میکنیم به طوری که زیرش رو باشه. سپس سس رو از وسط میریزیم روش و سس هایی که از کناره ها شوره کرده رو به کمک یک لیستک به دیوار میکشیم مطابق با تصویر و در پایان هم دور دیواره کیک و کمی از سطح روش رو با پودرهایی که آماده کرده بودیم میپوشونیم و اینجوری تزیین و دکورش میکنیم تا قیافش هوس‌انگیزتر بشه. میدونی چیه؟ کافیه تو دور همیاتون مهمونا فقط یک تیکه از این کیک شکلاتی خوشمزه بخورن تا بیشتر عاشقت بشن. از ما گفتم بود. پیشنهادش به کافه ها هم که فراموش نشه. زندگیت گرم و شیرین مثل کیک شکلاتی. خداحافظ.